به نام خدا. سلام دوستان عزیزم. بهمن ماه 1402 هستش. میریم که پادکست صدای سکوت رو امروز با خلاصه‌ای از یک کتاب بسیار زیبا به نام محدودیت صفر شروع کنیم. روش اسرارآمیز بومیان هاوایی برای دستیابی به ثروت، آرامش، سلامتی، آشنایی با هوآپونوپونو، آموزه‌های بومیان هاوایی. کتاب محدودیت صفر نوشته جو ویتال، هالیکا لاهیولن و ترجمه علیرضا و محمدرضا غلامی. مقدمه: من در سال 2006 با روانشناسی آشنا شدم که روش عجیب غریبی برای درمان مجرمان روانی داشت. او توانسته بود با همین روش عجیب یک بخش بیمارستان مملو از این بیماران را درمان کند. جالب اینجا بود که این افراد را حتی یک بار به صورت تخصصی ویزیت نکرده بود. آغاز آشنایی من با این روانشناس در سال 2006 بود که بعد از آگاهی از روشش تصمیم گرفتم مقاله‌ای با عنوان نامعمول‌ترین درمانگر دنیا درباره او و روش عجیب غریبش بنویسم. روشی که او برای درمان این مجرمان به کار می‌برد، روشی ویژه و غیر معمول بومی‌های هاوایی بود. او با استفاده از این روش در درمان مجرمان روانی بسیار موفق عمل می‌کرد. این روانشناس پرونده هر بیمار را مطالعه کرده و بعد به درون خویش مراجعه می‌کرد تا ببیند چگونه او خود باعث ایجاد بیماری در آن فرد شده است. هرچه بیشتر روی خودش کار می‌کرد و خودش را بهبود می‌داد، بیمار نیز بهبود پیدا می‌کرد. وقتی من برای اولین بار این داستان را شنیدم، با خود فکر کردم که این افسانه‌ای بیش نیست. چگونه ممکن است یک نفر با درمان کردن خود کسی دیگر را درمان کند؟ حتی بهترین استاد بهبود فردی و رشد شخصی نیز نمی‌تواند به این راحتی یک مجرم روانی را درمان کند. این داستان مطلقاً نمی‌توانست حقیقت داشته باشد. این موضوع منطقی نبود. بنابراین من هم این داستان را فراموش کردم. اما 1 سال بعد دوباره آن را شنیدم که آن درمانگر از یک فرایند درمانی متعلق به اهالی هاوایی استفاده می‌کرده است. تا به حال چنین چیزی نشنیده بودم، ولی حالا دیگر نمی‌توانستم آن را از ذهنم دور کنم. اگر ماجرا حقیقت داشته باشد چه؟ من باید بیشتر راجع به آن می‌فهمیدم. بعد از 2 سال که در جستجوی این فرد بودم، او را یافتم و با روشش آشنا شدم و این مقاله را درباره او به رشته تحریر درآوردم. اولین جایی که این مقاله را در آن انعکاس دادم وبلاگم بود. تمام افرادی که از وبلاگم بازدید می‌کردند آن را به اشتراک می‌گذاشتند و مشوقم بودند. این مقاله در اینترنت به سرعت پخش شد و بازدید بسیاری داشت، تا جایی که از طریق آن به دست دوستان و حتی خانواده خودم رسید. این بسیار جالب بود. من اصلاً انتظار چنین بازخوردی را نداشتم. تا حالا که دارم این سطرها را برای شما می‌نویسم، فکر می‌کنم حدود 5 میلیون نفر آن را مطالعه کرده باشند و جالب آن است که دوباره از طریق این افراد مقاله به اشتراک گذاشته می‌شود. در بین افرادی که این مقاله را خواندند، اشخاص بسیاری بودند که می‌خواستند بیشتر بدانند. آنچه در این مقاله به نگارش درآمده، کنجکاوی آنها را برانگیخته بود و آنها انگیزه گرفته بودند تا درباره این مقاله اطلاعات بیشتری داشته باشند. در مقابل، عده‌ای از خواننده‌ها زمانی که عنوان مقاله را می‌دیدند، دچار نوعی تردید می‌شدند. در واقع برای خواننده‌های این مقاله باور عنوان آن دشوار بود. کنجکاوی آنها باعث شد من تلاش و کاوش بیشتری برای دانستن کنم و این کتاب دستاورد این تلاش هاست. در واقع زمانی معجزه واقعی رخ می‌دهد
که به محدودیت صفر در درونتان اتکا کنید و بپذیرید که شما مسئول واقعی نیستید. هدف و قصد ما برای رسیدن به موفقیت در واقع جایی فراتر از حرافی ذهن و این ابزارهاست. این اسباب بازی ها تنها ما را از هدف غایی دور می کنند. هدف ما جایی است که الهی نام دارد. پس از آن ادامه دادم: برای اینکه معجزه های زندگی من را درک کنید و این معجزه ها شامل حال شما شود، لازم است 3 مرحله زندگی را پشت سر بگذارید. اگر این 3 مرحله را طی نکنید، معجزه ها شامل حال شما نخواهد شد. مرحله نخست زندگی قربانی شدن است. در مرحله دوم باید خالق زندگی خودتان شوید. مرحله پایانی بنده حقیقی خدا شدن است. به عبارتی نیروی الهی در وجود شما منعکس شود. در این مرحله هست که شما بدون اینکه تلاش کنید معجزه‌های خیره کننده‌ای شامل حال شما می شود و موفقیت‌های زیادی نصیبتان خواهد شد. همه ما تجربه تصمیم‌هایی که هرگز جنبه عمل به خود نمی‌گیرند را داریم. امروز تصمیم می‌گیریم کاری را انجام دهیم و خیلی زود یا فراموش می‌کنیم یا در گوشه ذهنمان خاک می‌خورد. این کار ناشی از آن است که برای رسیدن به هدفی که در ذهنمان داریم تشنه نیستیم. حال سوال مهم این است که باید با این لایه عمیق که تشنه رسیدن به هدف نیست چه کرد؟ تنها روشی که به شما برای انگیزه یافتن و اشتیاق کمک می‌کند هوآپونوپونو است. این یک روش پنهان و سنتی بومیان هاوایی است که همه جهان را شگفت‌زده کرد. این روش را به شکل‌های متفاوتی بومیان هاوایی استفاده می‌کردند. همه ما انسان‌ها خواسته‌هایی داریم. این خواسته‌ها می‌تواند شادی، خوشبختی، سلامتی، قدرت، ثروت و یا چیزهای دیگر باشد. تکنیک هوآپونوپونو ابتدا به پاکسازی خودآگاه شما می‌پردازد تا مانع رسیدن به خواسته‌هایتان نشود و تمام برنامه‌هایی که مانع از رسیدن به خواسته‌هایتان می‌شود را از بین می‌برد. با رجوع به درون خود و پذیرش 100% مسئولیت‌ها و همچنین با رسیدن به محدودیت صفر، یعنی جایی که هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد، می‌توان اکثر مشکلات را حل کرد و این کار با روش هوآپونوپونو انجام می‌شود. حالت صفر را که در آن هیچ محدودیتی وجود ندارد می‌توان به عشق خالص تفسیر کرد. محدودیت صفر درباره بازگشت به وضعیت صفر است. در این وضعیت هیچ چیزی وجود ندارد، هیچ است و بس. در این وضعیت همه چیز ممکن است. موفقیت هایی که در حال حاضر نصیب من می شود حتی به فکرم هم نمی رسید. تجربه ماورای درک بشری من به گونه است که نمی توانم آن را به زبان بیاورم. من مرحله 3 زندگیم را پشت سر گذاشتم و در حیرت زندگی می کنم. من بنده حقیقی خدا و عاشق او هستم و چنان عاشق دنیا و خودم هستم که قابل توصیف نیست. لطفاً توجه داشته باشید که این نخستین کتاب در طول تاریخ است که روش امروزی شده بومیان هاوایی برای شفابخشی که شناخت خود از طریق هوآپونوپونو نامیده می شود را آشکار می سازد. کلام آخر هم این است که این کتاب را می توان در یک عبارت که شیوه استفاده از آن را خواهید آموخت خلاصه کرد. آن عبارت راز نهایی جهان هستی را آشکار می سازد و می خواهم آن را همین حالا خطاب به شما و الوهیت بیان کنم. دوستت دارم. بلیطی تهیه کنید و روی صندلی بنشینید. قطاری به مقصد روح شما آماده اوجگیری است.
مراقب کلاهتان باشید که باد آن را نبرد. دوستتان دارم. دکتر جو ویتالی. آستین، تگزاس. اما کتاب رو شروع می‌کنیم با دنیا وقتی شروع شد که هیچ خودش را در آینه ندید. جمله‌ای از تورنر ترانز، توهم کاربر. آرامشی همچون آرامش من بر شما باد. تا حالا چیزی راجع به درمانگری که حتی بدون دیدن آدم‌ها آنها را شفا داده است شنیده‌ای و چیزی می‌دانی؟ در این مقاله یک تعریف از تکنیک هوآپونوپونو ارائه شده که این گونه است: هوآپونوپونو فرایند دست برداشتن از انرژی‌های سمی درون و اجازه تأثیر دادن به افکار، گفتار، کردار، اعمال و فعالیت‌های الهی. من از این تعریف چیزی سر در نیاوردم. بنابراین نیاز داشتم بیشتر جستجو کنم و اطلاعات بیشتری یافتم. یکی از تعاریف دیگر این بود: به طور خلاصه و به عبارت ساده، هوآپونوپونو به معنا تصحیح یا درست کردن اشتباه است. بنا به گفته بومیان باستانی هاوایی، اشتباهاتی که در افکار هستند از خاطرات دردناک گذشته سرچشمه می‌گیرند. هوآپونوپونو راهی برای رهایی از این افکار دردناک یا اشتباهات که منجر به عدم تعادل و بیماری می‌شوند عرضه می‌دارد. بله، جالب است. بسیار جالب. شناخت خود از طریق هوآپونوپونو پذیرش مسئولیت 100% در برابر مشکلات فرد مقابل. روش امروزی شده هوآپونوپونو برای شفا بخشیدن از منبع مادر بهره میبرد و از طریق ارتباط مستقیم با او قدرت کیمیاگری و تحول افکار باطل و اشتباه به عشق را به وجود میآورد و شفا میبخشد. این فرصتی است که هوآپونوپونو در اختیار درمانگر قرار میدهد و از عشق به خاطر همه نعمتهایش تشکر میکند. اولین مرحله در روش هوآپونوپونو فرایند توبه و درخواست بخشایش است. این فرایند و روند از طرف درمانگر به سوی روح الهی و عشق ایجاد می شود. وقتی وارد تکنیک هوآپونوپونو می شویم، نخستین بخش آن است که درمانگر هویت و ذهنیت خود را با منبع مادر ارتباط می دهد. در واقع برای حل مسئله با استفاده از فرایند امروزی شده هوآپونوپونو، درمانگر ابتدا باید خودش و ذهنش را به منبع اصلی متصل سازد. این منبع همان چیزی است که دیگران آن را عشق یا خداوند می‌نامند. در این بخش نیاز است تا ارتباطی صورت بگیرد و زمانی که این ارتباط برقرار شد و درمانگر به این منبع متصل شد، او از خدا یا به عبارتی از عشق درخواست می‌کند که آن دسته از افکار اشتباه و غلط او را که منجر به بروز این مشکل شده‌اند، ابتدا در خودش و بعد در فرد مقابل و مراجعه کننده اصلاح کند و تغییر بدهد. می‌دانم که افکار اشتباه و غلطی در وجود من و درونم وجود دارد که در وهله اول برای من و در وهله دوم برای مراجعه کننده‌ام مشکل به وجود آورده است. روح الهی، از تو درخواست می‌کنم مرا به خاطر این افکار ببخشی. آنچه در این آموزش اهمیت دارد این است که فرد باید بپذیرد مسئولیت اتفاقات زندگیش و حل آنها را بر عهده بگیرد. زندگی و روابط هم بر اساس بینش‌های زیر هستند و طبق آنها با دیگران ارتباط دارند. 1. دنیای مادی تجلی افکار خودم است. 2. اگر افکارم سرطانی باشند، موجب واقعیت مادی سرطان می شوند و سرطان در واقعیت بیرونی هم به وجود می آید. 3. اگر افکارم کامل
و بدون عیب و نقص باشد، واقعیت مادی لبریز از عشق را پدید می‌آورند. 4. مسئولیت 100% به وجود آمدن دنیای مادی اطرافم به شکلی که هست با خودم است. 5. مسئولیت 100% اصلاح افکار سرطانی که واقعیت بیمارگونه را به وجود آوردن با خودم است. 6. چیزی خارج از خودم وجود ندارد. همه امور به صورت افکاری در ذهنم هستند. در حقیقت همه چیز در درون و وجود من است. در شناخت خود از طریق هوآپونوپونو به مشکل به صورت مصیبت و معضل نگریسته نمی شود، بلکه فرصت و موقعیتی به حساب می آید. مشکلات فقط بازپخش خاطرات گذشته هستند و بدین علت به نمایش در می آیند تا فرصتی در اختیار ما باشد که یک بار دیگر هم بتوانیم با چشمانمان عشق ببینیم و بر اساس الهامات و شهودی که از او میگیریم عمل کنیم. مورنا برای کمک به شفا دادن مردم از طریق قداستی که در درون هر کسی است و آن شخص در واقع امتداد خدای خالق است، از خدای خالقی که او را برگزیده‌ایم شفا می‌خواست. یافتن عجیب ترین درمانگر دنیا. کسی که به بیرون می‌نگرد خواب می‌بیند و کسی که درون را نگاه می‌کند بیدار می‌شود. یک جمله بسیار زیبا که کارل یونگ اینو گفته. برایت آرامشی بیش از درک همگان مسئلت می‌کنم. لازم است با بدنت صحبت کنی و به او بگویی از تو ممنونم که با من هستی. تو را بسیار دوست دارم و از داشتنت خوشحالم. اگر با تو بدرفتاری می‌کنم یا از تو استفاده نادرست می‌کنم و توجهی که نیاز داری را به تو ارزانی نمی‌دارم، از تو عذرخواهی می‌کنم و به خاطر اشتباهاتم و بی‌توجهی‌هایم مرا ببخش. به شما پیشنهاد می‌کنم که نوشیدن آب آبی رنگ خورشیدی را شروع کنید. خاطرات یا مشکلاتی را که در ذهن ناخودآگاه و کودک شما بازپخش می‌شوند متحول و دگرگون می‌سازد و به جسم اجازه می‌دهد که دست از آنها بردارد و اختیار خود را به خدا بسپارد و راه را برای ورود روح الهی هموار می‌سازد. یک بطری آبی رنگ پیدا کن. آن را با آب لوله کشی داخل شهر پر کن. در آن بطری را با یک چوب پنبه ببند یا نایلونی بر سر آن بکش. بطری را به مدت حداقل 1 ساعت در معرض نور خورشید یا نور چراغ خواب بگذار. آب آن را بنوش و پس از استحمام یا دوش گرفتن بدنت را با آن آب شستشو بده. از آب آبی رنگ خورشیدی برای پخت و پز، شستشوی البسه و هر کار دیگری که نیاز به آب دارد استفاده کن. حتی می توانی برای تهیه قهوه، چای یا شکلات داغ هم از آن استفاده کنی. به عبارت دیگر می توانی در هر کاری که نیاز به آب دارد از این آب استفاده کنی. این کار بسیار با شکوه است. در وجود انسان انبوهی از خاطرات اعتیادآور وجود دارد که این خاطرات درباره نیازی است که به کمک و همراهی دیگران دارد. روش من هویت سازی از طریق هوآپونوپونو است که هدف آن رها کردن خاطراتی است که در ناخودآگاه ماست. این خاطرات یک اشکال بزرگ دارند و آن این است که ما را دچار اشتباه می‌کنند و می‌گویند مشکل از آن بیرون است، در حالی که مشکل در درون ما شروع شده است. بنابراین تغییر باید از درون آغاز شود. هر کس محدودیت‌های دیدگاه خودش را محدودیت‌های دنیا می‌پندارد و آن را به دیگران نسبت می‌دهد. این جمله از آرتور شوپنهاور هستش که بسیار زیبا در این کتاب عنوان شده.
اما حقیقت تکان دهنده و ترسناک راجع به نیات این است که زندگی درون ماست که برای انسانها اهمیت دارد و مهم است، ولی ما از نحوه بروز و نمود آن و تأثیری که بر ذهن خودآگاه و اعمالمان می‌گذارد اطلاع و درک نسبتاً کمی داریم. دکتر هولن توضیح می‌دهد شما به دو صورت می‌توانید زندگی کنید: راه خاطرات و راه شهود. یعنی می‌توانید انتخاب کنید که با خاطراتتان زندگی کنید و همچنین می‌توانید برگزینید که با الهامات قلبی به زندگی کردن ادامه دهید. خاطرات برنامه‌های قدیمی هستند که بازپخش و تکرار می‌شوند، ولی شهود و الهامات پیغامی است که از جانب الوهیت و روح خدایی به شما میرسد. اگر راه دوم را برای زندگی کردن برگزینید، تنها راه گوش سپردن به پیغام الوهیت و دریافت شهود است و باید تمامی خاطرات را پاکسازی کنید. در واقع تنها کاری که لازم است انجام شود پاکسازی است. در وضعیت صفر هیچ چیزی وجود ندارد، حتی خاطرات ما و هویت‌های تعریف شده از دیگران. تنها چیزی که در وضعیت صفر وجود دارد روح الهی و قداست اوست. این روش بسیار جالب و در عین حال آسان است. 4 عبارت ساده را بارها و بارها بدون فاصله و خطاب به روح الهی تکرار می‌کنید. دوستت دارم، متاسفم، لطفاً مرا ببخش، متشکرم. اما دکتر هولن توضیح می‌دهد از کجا می‌فهمی که چیزی ناشی از خاطره است که از ذهنت به تو الهام شده یا شهود که از طرف روح الهی به تو عطا شده است؟ از کجا می‌توانم بفهمم که یک رخداد از سمت روح الهی به من الهام شده یا ذهنم آن را به من داده است؟ ما نمی‌توانیم مرز بین رویا یا الهام را بفهمیم. ما نمی‌توانیم بفهمیم اتفاقی که در ذهن ماست از طرف ذهن به ما الهام شده یا روح الهی آن را به ما الهام کرده است. بنابراین تنها راهی که داریم پاکسازی است. پاکسازی تا جایی که به محدودیت صفر برسیم، یعنی جایی که مرزی ندارد و به عبارتی به حالت بدون مرز برسیم. این امر حاکی از آن است که تصمیم از ذهن ناخودآگاه نشأت می‌گیرد، سپس به حیطه خودآگاه وارد می‌شود. قصد حرکت حدود 1/5 ثانیه قبل از آغاز حرکت پدید می‌آید و ظاهراً حدود 1/3 ثانیه قبل از قصد به وقوع می‌پیوندد. به این معنا که 1/3 ثانیه پیش از این که فرد قصد حرکت کند، خیلی از فعالیت‌های آن در مغز وجود دارد. به گفته ویلیام آیروین در کتابی به نام آرزو، چرا آنچه را که می‌خواهیم می‌نویسد: از نتیجه چنین آزمایش‌هایی متوجه می‌شویم که تصمیمات ما به شیوه آگاهانه و منطقی اخذ نمی‌شوند، بلکه ریشه در ذهن ناخودآگاه ما دارد و وقتی نهایتاً به سطح خودآگاه می‌آیند، ما مالک و صاحب آنها می‌شویم. آیا ما قصد چیزی را می‌کنیم و بعد تغییر به وجود می‌آید، یا اینکه ایده‌هایی را دریافت می‌داریم و بعد نام قصد بر آنها می‌گذاریم؟ من اینگونه تصور می‌کنم که این ایده در واقع الهامی بوده که از طرف روح الهی به من انجام شده، ولی من هم در این میان نقش داشتم و من آن را خلق کردم و در واقعیت انجام دادم. بنابراین پاسخ من به تو این است که این من بودم که آن را انجام دادم. از این رو میتوانم بگویم که من باعث ایجاد آن شدم. ویلیام جیمز، روانشناس مشهور، درباره انتخاب چنین نظری داشت که زمانی قدرت انتخاب در دست انسان است که احساس فشاری برای انجام کار در وجود انسان وجود دارد، ولی هنوز آن کار انجام نشده است.
و انسان میتواند انتخاب کند که آن کار را انجام بدهد یا خیر. شما میتوانید انتخاب کنید که درباره انجام هر کاری آن را انجام بدهید یا خیر و در واقع به آن فشار وارده جواب مثبت یا منفی بدهید. مشاهده حق انتخاب نیازمند توجه و دقت آگاهانه است. اینجاست که واژه هوآپونوپونو به میان آمده و مطرح می شود. این کلمه مشتق از دو واژه در زبان بومیان هاوایی است. این دو واژه هو و پونوپونو هستند. هو به معنای باعث شدن و پونوپونو به معنای کمال است. اما این واژه را دکتر هولن اینگونه شرح داد: به طور خلاصه هوآپونوپونو را می توان درست کردن یا اصلاح اشتباه دانست. هوآ در زبان مردم هاوایی به معنی علت و پونوپونو هم به معنی کمال است. بنا به گفته اجداد مردم هاوایی، اشتباهات از آن دست افکاری سرچشمه می‌گیرند که از خاطرات دردناک گذشته تأثیر پذیرفتند. هوآپونوپونو راهی برای آزادی و رها شدن از انرژی این افکار دردناک یا اشتباهاتی که موجب عدم تعادل و بیماری شدن پیش روی ما می‌گذارد. تکنیک هوآپونوپونو در درون هر فرد صورت می‌گیرد و هر کسی می‌تواند در درون خود از این روش بهره بگیرد. بنابراین برای بهره‌گیری از این روش تفاوتی میان انسان‌ها نیست. برای اینکه مسائل و مشکلات خود را حل کنیم می‌توانیم از روش هوآپونوپونو استفاده کنیم. و اما در آخر من دوباره تکرار می‌کنم: روزی هزاران بار به خودتان بگویید دوستت دارم، متاسفم، لطفاً مرا ببخش، متشکرم. و جمله پایانی کتاب آقای دکتر هولن: ای خالق الهی، اگر من یا خانواده‌ام، بستگانم یا نیاکانم از ابتدای خلقت تا اکنون تو و مخلوقاتت را با افکار، کلمات، کردار و اعمال خود رنجانده ایم و تو را ناراحت کرده ایم، از تو عذرخواهی می‌کنیم و می‌خواهیم که ما را ببخشی. بخشش توست که قفل همه مشکلات را باز می‌کند. بگذار با این کار همه خاطرات منفی، موانع، انرژی‌ها و ارتعاشات پاک، خالص، رها و بریده شوند و این انرژی‌های ناخواسته به نور خالص تبدیل شوند و حتماً اینطور خواهد شد. و قشنگترین جمله این کتاب را برایتان می‌خوانم و کتاب را تمام می‌کنیم. برایت آرامشی ورای درک آرزو می‌کنم. امیدوارم که از این کتاب لذت برده باشید و خوشتون اومده باشه. برای کتاب بعدی و وایس بعدی خدا نگهدارتون، مراقب مهربونیاتون باشید.